سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. جلسه هفتم دوره آموزشی مکالمه 0-100. امروز اول یه مرور میکنیم، بعدش میریم یه چند تا عدد یاد میگیریم و اینکه ادامه‌ای که مربوط به عددها هستش رو کار میکنیم. خب بریم اول یه مروری بکنیم. Hi, I'm Ali. What's your name? Nice to meet you. Good evening. Where are you from? Where is he from? Where is she from? What's her name? What's his name? How are you? خب همین، به همین سادگی. حالا امروز میریم قسمت جدید درسمون رو یاد بگیریم که خیلی هم مهم هستش. اول اعداد 11 به بالا رو کار بکنیم، بریم یاد بگیریم. خب عددها، ما از عدد 11 میخوایم یاد بگیریم و نکته هایی که برای این اعداد وجود داره. از عدد 11 تا فعلا 20 رو یاد بگیریم. خب 11 که میشه 11، 12 میشه 12، 13 میشه 13، 14 میشه 14، 15 میشه 15، 16 16، 17 میشه 17، 18 18، 19 19 و 20 میشه 20. 11, 12, 13, 14, 15, 16. 17, 18, 19, 20. خب این از اعداد ما، از عدد 11 تا 20. گوش کنید اعدادو. خب حالا که گوش کردید یه سری نکته ها اول در مورد اعداد باید بگیم. از عدد، بذارید من با قرمز نشون بدم، از عدد 13 تا عدد 19 آخر عددمون تین داریم. خب چرا این قسمت مهمه؟ اونایی که آزمون دارن مثل آزمون آیلتس، خب توی قسمت لیسنینگ آزمون آیلتس یعنی اعداد رو جوری میگن که شما خیلی باید دقت بکنید ببینید که داره تین میگه یا تی میگه. حالا اون تیه چیه بهتون ادامه درس یاد میدم. خب ببینید که آخرش تین داره، اما از عدد 20 دیگه آخرش تی داره، تی و وای با هم کسی تی میگیره. 20. عدد 30 میشه 30. 40 40. 50 50. 60 60. 70 70. 80 80. 90 90. خب این از این. و ادامه درس برای اینکه مثلا حالا از اینجا به بعد بگیم 21 فقط کافیه که 20 رو بیاریم، بعد از عدد یک و اینا که کار کرده بودیم از اون استفاده بکنیم.
21 عدد 22 22 23 23 24 24 25 26 26 27 37 37 48 48 59 59 61 61 72 72 83 83 94 94 خب این از اعداد ما. نکتهش چی بود؟ اعداد 13 تا عدد 19 آخرشون تیم دارن، ولی اعداد 20 30 40 50 تا عدد 90 آخرشون اینا تی دارن که خیلی 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 مهم هستن. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 40, 50 as 60, 70, 80, 90. خب حالا ما اعداد رو برای چی یاد گرفتیم؟ میخوایم از اینجا به بعد دیگه سنمون رو بگیم. ما برای اینکه بپرسیم چند سالته از how old استفاده میکنیم. How old are you? How old are you? شما چند سالتونه؟ How old are you? How old are you? خب وقتی از شما میپرسم شما باید اولش رو با چی جواب بدید؟ با آی جواب بدید. خب من میگم شما چند سالتون دیگه، در جواب باید بدید که من مثلا 25 سال دارم. I am که مخففش میشه I'm عدد رو میارید بعدش years old استفاده میکنید. عدد رو میارید و بعدش years old استفاده میکنید. I'm 25 years old. بریم سوال بپرسیم. How old are you? Hello, I'm Ali. What's your name? How are you? Where are you from? Nice to meet you. This is Peter. How old are you? خب این از این. نکته بعدی که خیلی مهمه در مورد سن اون آقا یا اون خانم هستش. How old رو ما میاریم. How old. خب چون که میخوایم آقا به کار ببریم، خب یعنی ما از هی میخوایم استفاده بکنیم، قبل از هی باید فعل to be هست که همون is هستش رو بیاریم. How old is he? اون آقا چند سالشه؟ خب بعد جواب بدن. چون که ما میپرسیم اون آقا چند سالشه، دیگه نمیگیم بگیم که مثلا من 25 سالم. خب یه جوری نیستش مثلا بگیم که اون آقا چند سالشه، بعد بگیم که آره من مثلا 25 سالمه. خب این اشتباهه. اون آقا چند سالشه؟ اون آقا 25 سالشه. پس اون آقا هست رو میاریم he is، عدد رو میاریم بعدش years old. نکته هم که بخوام بگم اینه که این years old رو هم میتونید اصلا نیارید، میشه حل بشه. He is 25. He is 25. همش. این هم از این حاله. نکته مهمی که میخوام بگم بحث اینه که شما بخواید عدد رو حدس بزنید، یعنی حدودی بخواید بگید. مثلا نمیدونید چند سال طرفا چند سالشه، مثلا میگید که خب اون آقا چند سالشه، بعد شما تو فارسی چی میگین؟ که فکر کنم حدوداً بازی 40 سال داشته باشه. خب این حالت تو انگلیسی اینجوریه. خب بذارید من اول کاربرد شیش هم بگم. How old is she? اون خانم چند سالشه؟ She is. مخفف دیگه آوردم. She is دیگه نمیشم. She is. خب
دو تا راه داریم. هم اگر سنش رو میدونیم که میگیم she is مثلا 21 یا she is 21 years old. حالت بعدی میخوایم حدودی بگیم she is. ما از لغت یا کلمه about استفاده میکنیم. she is about عدد رو میاریم. she is about مثلا 25. she is about 25 years old. years old هم میتونه آخرش بیاد. بنویسم years old. about معنی درباره میده، درباره میده، ولی برای قبل از هر عددی بیاد معنی حدود میده. she is about 25. حدوداً 25 سالشه. خب حالا سوال ها رو میخوام بیشتر بکنم. What's your name? Where are you from? Where is he from? What's his name? How old is she? حدود بگید. How are you? همین، به همین سادگی. خب پس کاربردها رو یاد گرفتید که بعد چطوری استفاده بکنید. خب حالا یه سریا میگن که ما میتونیم این about رو در مورد خودمون استفاده کنیم مگر اینکه شما سنتون رو بلد نباشید. اصلا چنین چیزی وجود نداره که مثلا یه نفر تو دنیا باشه مثلا بگی چند سالته بعد بگی مثلا من حالا نمیدونم. میتونید برگردین به زمان خیلی خیلی قدیم مثلا ایران که یه سری شناسنامه مثلا نداشتن و اینا. اون موقع از یه سری الان تو ایران بپرسید اونه که خیلی سنشون بالا مثلا چند سالته شاید اصلا ندونن. اونجا میتونه طرف مثلا از این حالت استفاده کنه. ولی خب الان دیگه برای شما سنتون رو میدونید چند سالتون رو، بخاطر همین از about دیگه اصلا استفاده نمی کنید. خب درس امروزمون هم تموم شد. یه دونه متن خیلی خیلی مهمی براتون آخر ویدیو میذارم. شما باید این متن رو کامل حفظ باشید. کامل باید حفظ باشید و اینکه چندین بار بگید، همینجوری تکرار بکنید با خودتون تا یه سری نکته ها رو برای جلسه بعد بهتون بگم و آموزش بدم. این متنی که حفظ میکنید برای مکالمتونه تا مکالمتون خیلی خوب پیشرفت بکنه. امیدوارم که به بهترین ها برسید. خدا نگهدار.